استاد جان شوهرم نماز نمیخواند، من با او در این باره بحث میکنم، آیا گناهگار میشوم؟ همین بحث هایی که اگر مورد خفه شدن ما باشد نکنید. امروز هم یک خواهر من زنگ زد، گفت با پدرم جنگ میکنم برای که نماز نمیخواند. جنگ نکنین. چرا جنگ میکنین؟ التوفیق شیء عظیم لا یعطى الا بعبد العزیز. توفیق چیزی بزرگه، خداوند به بنده‌های دوستدارش میده. شما دعا کنین، شما با او مصلحت کنین، شما او را دلبرداری کنین، جنگ نکنین، شما با او سخت نرین. همه وقت با سخن نرم، با سخن ملایم شما انشاءالله پیروزی در دستانه. یکی وقتی که شما ای تو بینمازی، ای تو مقصد پیر شده، ای خدا نمی ترسی، با این یک بار دل آدم خنک میکنین. این طریق دعوتی نیست. برای دویم با سخن ملایم و با سخن نرم مردم دعوت کنین، انشاءالله هر کسی که باشد با بندگی خدا نزدیک می شود. همون قصه هارون و رشید به یادم آمد. میگه یک نفر پیش در آمد، یک دانشمند پیش در آمده، گفت حضرت، گفت نماز عصر ما بخوانم. هارون و رشید گفت این قدر دیر کرده، تو چه نماز خوانی که قدر دیر میکنی؟ چرا نماز در وقتش نمیخوانی؟ یعنی بسیار با سخن تند با هارون و رشید. این خلیفه بود این مرده. بعد طرف همی دانشمند گشت و گفت که انا خودت بالاتری و بهتری یا که حضرت موسی؟ گفت حضرت موسی. گفت من بدترم یا فرعون؟ گفت البته فرعون بدتر بود، و بدبخت بود، او دعوای خدایی کرده بود. پس گفت تو عالم شده با من همین خیلی مناسبت میکنی، همین خیلی سخنهای درشت تون میگوی. تو گفت آیت قرآن رو نخونده که خداوند با موسی چی گفت؟ اذهبا الی فرعون انه طغی فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. ای گفت برس این سوره طه را بکشا، این آیت را بخوان. الله مهربان موسی را گفته سی برا پیش فرعون که او از حد گذشت، لیکن وقتی با او صحبت میکنی با سخن ملایم صحبت کن. وقتی تو سخن ملایم گفتی شاید که او از همین راه بدش بگرده، شاید که خدا را بنده شود. یعنی با سخن ملایم، با سخن نیک گفت شاید اما آدم بگرده. برای شما هم از همین آیات های قرآن خواهرها و برادر عزیز استفاده برید.